با گذشت 6 روز از حادثه غرق شدن 3 نفر با زورق در دریای پنج هنوز از این افراد یگان نام و نشانه نیست. نزدیکان برخی از غرق شده ها هم بعد جستجوهای بی‌نتیجه وزارت حالتهای فوق‌العاده خود به سراغ آنها رفتند. نومان سعدالله‌یев برادر بزرگ نعیم جان سعدالله‌یев افسر وزارت مدافعه و یکی از 3 نفر در زورق غرق شده که اخیراً با این هدف به درواز رفته بود میگوید 11 ساعت از درواز تا شوراباد لب دریا پیاده گشت تا نشانه از برادرش را پیدا کند، اما به چیزی موفق نشد. نعیم جان سعدالله‌یев افسر 30 ساله وزارت دفاع روز 16 ایول همراه با 5 نفر دیگر باید توسط زورقی که برای کمک به مردم از سیلخیزی آسیب دیده درواز فرستاده شده بود به دهه شیرگوارد میگذشت. زورق از کار ماند و در نتیجه 3 نفر نجات یافت و 3 کسی دیگر به آب رفتند. نومان جان سعدالله‌یев برادر یکی از غرق شده ها میگوید وقتی اسم برادرش را در این میان دید باور نکرد و راه درواز را پیش گرفت. ما اونجا جور نمیدونیم در گجو اینجا گجو چیه و گفت که در جایی که نیم آب تنگ میشود بلندی میشد بعد جای وسیعی دریا میپرتوید این چیزا بعد همونجا می ایستادیم گو اگه باید دیدن و یک گفتیم که نصیب میبینیمش. نومان جان با حسرت میگوید نمیخواهد به مسجد نزد پدر و مادر که هر لحظه در انتظار خبر از پسرشان هستند دست خالی برگردد. والدان نعیم جان بعد چند روز حادثه از طریق روحانیان ده از حادثه آگاه شدند و انتظارند که حداقل بار آخر جسم بیجان فرزندشان را میبینند و او را در زادگاه به خاک میسپارند. نومان جان میگوید برادرش اگرچه میدانست که کسبش پرخطر است و حتی نقل میکرده است که قریب اکثر دوستان همکسبش در راه نجات آدمان از ترکش فوتیدند، اما کسبش را دوست می داشت و هیچگاه از اینکه این راه را انتخاب کرد پشیمانی نکرده است. امیده یوسفova سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده روز 21 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت نجات دهندگان و غواصان این نهاد هر روز تا فرارسی تاریک دریای پنج و اطراف آن را کافت و کاب میکنند. روی همون ماجرای آبی که رفته شده متخصصان تخمینا معین کردنشون ممکن است که کجا بودنش ممکن برای هر یک متری همون ساحل هر از ساحل تا اون اندازه که میتوانند رفت با همون کلی و زورق در همونجا کار رفته است. بر اثر چپه شدن یک زورق یا قایق نجات بخشان روز 16 ایول در روستای شیرگوارد ناحیه درواز در برابر کاپیتان وزارت دفاع نعیم جان سعدالله‌یев انور یودالیев کارمند اداره امور داخلی ناحیه روشان و فیروزه اکوبیرова ساکن 10 ساله ناحیه درواز غرق شدند.